نه مطمئنی داره صدا میره؟ داره صدا میره. سلام بر دوستان عزیز، من ونگوگ هستم و اینجا چنل ونگوگه. خوش اومدیم به سری ویدیوهای هولونات. این قسمت چهارمه که با تغییرات بزرگی قرار منتشر شه، تغییرات بسیار بسیار زیاد. تو باید رشد کنی، باید برای رشد کردن یک تغییراتی. حالا چی بگم، خدایا علافی هم عجب مشکلیه. از قسمت چهارم به بعد بیشتر قسمت ها دیگه مثل قسمت های قبلی چرت و پرت نیست، یه ذره چیزتره، بهتره، حرفی‌تره. ای خدا، اینا رو میبینیم به این موجودات اسمشون اینا نیست، ولی اینا زنده نیستن، در واقع روح موجودات که حشرات مردم هالون هستن. به شهر سیتی آفتیر اینا از روح مردم سیتی آفتیر استفاده میکنن که جادو بکنن. بگیم به خدا ای کیرم توی بازی نگاه کن، در غفله ای زندگی. من مطمئن نگفتم الان اینا مخواستم، من مطمئن بودم اینا میان. آرامش، لطافت، آی کاسه مادره، آرامش، زندگی. من از قدیم آلجا میگفتم آرامش داشته باشیم، آرامش، روح، زندگی، انرژی. خیلی حیف که مردم دنیا نمیفهم. اما آهنگ کی بود؟ داریوش بود که میگفت نمیفهمم ادامه شد. دورم و با همه کسی نمیتونه بیاد داغ پای من کجا. حالا میگه یا حضرت زینب نگاه این منو میزنه، شاید حالا من اینو بزنم، نگاه من اینو میزنم، نه اونقدر سخت میشه بتونم بزنمش. آره میزنم حرفی. ای زندگی، نگاه من اینو میزنم، مطمئنم میزنم. نگاه زدم، تمومه، کل کشکندم، مطمئنم زدم. Send a message like location. I'm gonna come wherever you want. Doesn't matter. Ireland, New York, Brooklyn or Moscow. Doesn't matter. میگوری باز اونقدر که فکر کردم آسون نبود. اگه شما صدای منو گرفته احساس کنیم خاطر اینه که من سرما خوردم، خاطر این هوای سر. ای زندگی صدا اونقدر گرفته شد بعد موقع بخور ویدیو صدا نیاد، چون این مشکل از صدای من، این مشکل از غذایی دیگه.
الان چه باشه شما صاف میشه داره دهنم سرویس بزنم این باسه رو من برم اسمش رو در بیانم ببینم دقیقا این باسه کیه حالا دوباره من هولونایت یک کیفیت تخماتیک دوباره هولونایت اصلا رو گوشی چیز عجیبه اصلا عجیبه انشالله اگه یه روز یه دونه گوشی قوی تر خریدیم بریم بلاسفمس هم بازی کنیم بلاسفمس واسه گوشی اومده ولی واسه گوشی 64 بیتی نه گوشی زغالی مثل من ای خدا راستی پشت پرده ما خود گروه ونگوگ آره دوستان ونگوگ هم گروه مرو داره ما نقشه میکشیم آره دیگه خود دوستان نشستیم قضیه چیدیم که بعد از سری هولوناز بریم سراغ سری مانیکرافت ولی میدونی چی شد؟ معلومه خیلی معلومه ما خود دوستان تصمیم گرفتیم مانیکرافت بازی کنیم من تصمیم نگرفتم دوستان تصمیم گرفتم دوستان پشت پرده همون گروه ونگوگ ولی بنده گفتم میریم دد سولز حالش هم بیشتر سودش هم بیشتر کلا همه چیش بیشتر اونو پروفیتاره که آقا میره سراغ چیز ولی خب یه دد سولز با بازی کرد تو ونگوگ همه چی با دیکتاتوریه یا اول فصل یا زینب کبرا نگاه دعای زینب کبرا باید بگیره اگه سیستم گوش همراهی کنه یا خدا باس هوشمنده باس باهوشه باس منگول نیست میزنی جا خالی میده یا خدا دو تا جون یا اول فصل نگاه من اینو میزنم این دفعه دیگه زدم این دفعه اگه نزنن دیگه واقعا نامیدی داروی شمشیر دستشو تق جاده میزنه یه جون یا اول یه جون آرامش میزنن آرامش هیچ اتفاقی نیفتاده همه چی آرومه من چقدر خوشحالم همه چی آسمون آبیه دل من رو بی تو یار من بزن بریم به دریا کجام آسمون آبی یار منی که داری هرچی بگم ندار نگاه آرامش هم جواب ندار راه خشونت داربارشی والا این جمله من میخونم خیلی کتابی میگفت دو راه برای صحبت کردن به انسان ها هست یا با آنها حرف بزنید یا خشونت به خرج بدهید الان ما بر راه دوم استفاده کنیم یعنی چی؟ حالا شاید دوستانی که ویدیو میبینن داخل چنل تلگرام ها عضو باشن قراره کلا داخل چنل تلگرام لینک ویدیو رو بذاریم چند تا مثلا آموزش نمیدونم حقایق ناگفته هولونایت حالا هولونایت حقایقش کجا من فکر کنم بیشترتون بدیم هولونایت و دد سولز دوشی هن اصلا هندیگه کلا کلی چیز بذاشتن مثلا شمشیر برادر هولونایت داخل دد سولز هست حتی نکشیش هم هست که مناطق اگه بریم بیرونین هست کلا دد سولز دیده چیه میگن دد سول سلول مرده فارسی چقدر عجیبه همین معنی هست من خودم یک چند ساعتی دانلود کردم حافظم نکشید پاکش کردم پیش من نمیکشید
یه چند دقیقه بازی کردن، چند ساعتی چسبید واقعا به هم. چند ساعت هم انگار بسن چند سالی خیلی خوش گذشت. مثلا اون زمانه بود که انگار تازه جی تی آی اومده بود، همون دوچرخه سواره میگو پا بزن لعنتی. خیلی حال میداد، خیلی خوب. مثلا سازنده اینجور بازی نمیدونم فکر میکنه چیه، بازیاشون خیلی حال میداد. نگاه این دفعه میزنمش با رمز کلمه میاموتو موساشی یا میاموتو موساشی کبیر نیروی برتر منم، حریفم نمیشه. حالا نگاه کن من اگه این دفعه اینو نزدم من آینده بینم. نگاه حالا اینو میزنم، نگاه حریف طلبم، حریف میطلبم. از این فاصله هم حریفم نیست. نگاه از این فاصله هم حریفم نیست. از این فاصله هم باسه نمیتونه تا بهم یه ضربه بزنه. نگاه کن حال کن، یه ضربه هم نمیتونه بزنه. چه کگ حرفی شدن بخوده، حتی یه ضرب نمیتونه بهم بزنه. چقدر با آدم حرفی باشه نه باسه نتونه یه ضربه بزنه. حال کن مثلا. حالا میدونم من حرفی دن که کل بازی رو یه ضرب خوردن تموم میکنه. ولی ما جز با اون دوستان نیستیم چون قرار حداقل 500 بار دخواه بازی سری مسائل بیم. حداقل از این 500 بار 800 بارش توسط بازی، 100 بار هم اتفاقات دیگه. شاید هم بیشتر هزاران بار قرار بیم. هولوناک کلا مردن در هولوناک چیز طبیعی. این موجودات کثافت از خود بازی رو اعصاب دارن. اینا که جادو میزنن. یا خود سازنده بازی چی فکر کردن؟ آری گیبسون که همچه اتوشالی رو گذاشته داخل بازی بره رو اعصاب بازی کنی مثل من. که الان مثل من اومدن داریم ویدیوشو میگیرم بزنم چنل یوتیوب، ناگهان یه موجود شخماتیکی میاد الان منو نمیکشه. آره این بازیکن توانه حریف طلبم، حریف میطلبم. به کلمه یا علی مولا برو بالا یا علی مولا برو بالا یا اولفر. با رمز کلمه یا علی مولا دیروز میدان شدم. الان نگاه ما شانس نداریم. الان این جک جونوره یه طرف آن میدونستم الان این جک جونوری یه طرفی در میشه. خدا الان من چه خاکی دوست دارم بگیرم. نگاه کن مشکل این آقا بازی انگار مشکل داره بالا میگه حتما باید بیمیری. خوبیاش اینه که هیچ داخل بازی فروشی نیست با جز اون دیلسیش رایگان فکر کنم بود، رایگان بود کلی بود یادم نیست. کلا بازیش مثل بازیش شرکت خاص هم اشاره نمی کنیم و مثلا یوبی سافتی، الکترو آرتیز اینا اشاره نمی کنم. اینا نمیرم مثلا کفش رنگ بنفش رو $10 به تو بفروشن، بگیری بازی رو میدن دست با همون قیمتی که دادن دسته، کامل جامع عالی بازی کامل. آقا لازمی 500 تا DLC واسش بدم. لذت میبری حالشو میکنی. لذت یعنی چی؟ آقا نگاه بساتون یه مثال سر لذت یعنی آرامش، لذت یعنی خدا، لذت یعنی خوشحال بودن. آقا اینا یعنی لذت، اینا یعنی آرامش. و خدا کیست؟ خدا یعنی دوستی، صمیمیت، شفاعت، رفاقت. میبینید مثل من حتی جزر با الان نخورم واسه چی؟ تو صمیمیت، بخشش، دوستی درون من جاریست. ولی اینجا 100% میمیرن. حالا نگاه کن، یادم میاد وقت اولین بار هورناتو شروع کردن اینجا حداقل در کمترین حالا 400 بار 100 بار مردم. 100 بار. نگاه کن هافبک های تیم بارسان دیگه همیشه یک میان سراغ چکید میکنن. ما همه رو میزنیم با یه جونیم بدبخت شدیم رفت که خدا اگه نرسم درگیری سنگین.
یا ابوالفضل چی میکنی این بازیکن پیران طلا؟ چی میکنی این بازیکن؟ ما رفتیم اینجا همون جاییه که دقیقا میگفتن یه باس گندلات اینجا قرار پاره میکنه. حالا نگاه کن، باس اینقدر قوی قرار نابود میکنه. یا حضرت زینب، اسم این قسمت میذارم پارگی ونگوک پاره خواهد شد. بدبختی های ونگوک قسمت 2. الان باسه میاد یا حضرت کبرا یا حضرت زینب. همین الان بدبختی شروع شد. نگاه این باسه اصلا خیلی تاکتیکی میزنه، میبینی خوشو میکوبه به زمین. یا حضرت، ولی من از این تاکتیک دارم. حالا نگاه کن، یه دقیقه میشینیم تعریف میکنیم، من خودم آخر کار میاد یه دونه چک میزنه پس کلم و میفتیم. عجب رسمی شده، رسمی زمینه. آقا دوستان تتلوی گوش نکنید، تتلوی پرتوبر که بجا شده پیش رو هیچی از گوش کنید. که میگه اینجا تهرانه، یعنی شهری که هرچی توش ببینی باعث تحریکه. خیلی آهنگش خوب بود. ما که 1000 بار مردیم این یکی روش. نتونه این بازار رو شکست بدم، ولی مطمئنا داخل پورت 5 رو شکست میدم. مثلا قرار بود داخل پورت 7 تمام قدرت رو بگیرم. الان داخل پورت 7 قرار بود تمام قدرت رو بگیرم. الان پورت 5 هم هنوز داخل سیتی آف تیرز هم. قسمت 3 فکر کنم رسیدم سیتی آف تیرز. هنوز که هنوز هم داخل سیتی آف تیرز هم. ای سیتی آف تیرز هم چه کرد؟ ولی مشکلی هست. نگاه داستان علومت اینجوریه که نگاه قبل از وقتی شهر رو ساختن اصلا دلیل این که اسم شهر اشکه اینه که آقا اینجا بالاش رودخونه اشک و رودخونه داخل بازی هست که وقتی که برسی به رودخونه، اون رودخونه چکه چکا مثل اینکه بارون داره میاد یا اشک میریزه روی شهره. گرفتیم چیزا از اون بالا آب نم چکان به زیر میرسه. خاطر به شهر میگن شهر اشک، ولی قضیه اینجا که وقتی شهر ساخته اصلا رودخونه یا همچین چیزی نبود و چیز بود. یعنی یه رودخونه همینجوری چیز نشده بود که بخواد بریزه. یعنی اسم شهر با زمان ساخت شهر یکی نیست. عجیبه. حالا احساس میکنن سازنده یادش رفتی اسمای مزخرف چی گذاشتن رو بازی ها. این بازی که اسم بازی که خود شمالی تو خالی که دقیقا با معنی بازی و مفهوم بازی میخونه شمالی تو خالی. ولی سیتی آف تیرز و راه زائران و نمیدونه این چیزا واقعا چیه. حالا راه زائران معنی میدن، مثلا نگاه مردمانی که میخوام بیان پیش شاه پلکین تا چیز بشن، چی میگن، پیرو بشن، روح، آرامش، شفاعت. نه خب دوستان واسه مرگ دیگه خودم آماده کنم. خدا ببینید این باز اصلا هرگونه قلبه نداره. میزنیم میریم فرما دیگه دفعه مثل اون دفعه نیست. مثل اون دفعه من دیگه ضربه نمیخوره. الان تبدیل شدم به ضد ضربه. دیدیم تکنیک تاکتیک خدا میمی الان داشتم میگفتم ضد ضربه شدم. عشق را نگاه کن وقتی ما اینو بزنیم قدرت جلو میده که وقتی خودمون رو بکنیم به زمین مثل این یارو چیز میشه. یعنی قدرت رو نداشته باشه اصلا ما نمیتوانم برم کجا. اونجا که اسمش شدن این سوار بود چی بود، معادن سنگ بنفش اسمی داشت. بود زیده ضربه توانایی فعلا 4 آمده زدن تمومه زدم. نگاه همین الان بگم زدم ولی دقیقا همون لحظه این منو میزن. این بازیکن پانتالوی داره چی جا کلایی
جلوهای چیه جخالی های میده این بازیکن. این بازیکن تمام ای مادر تو یا خدا بکل یارو حبیبی مادر تو بزن. چرا من میگه بزن باید بزنم نگاه کن جا خالی داره میدم اصلا من هدر رفتم به خدا هدر نگاه توجه کرده همین چیز زرد روی مردم بدبخت حالو نستم. من وقتی میرم نمیام دنبالم یعنی چی؟ یعنی روها جذب میشم با موجودات زنده که اوری جدید از همین الان کشیدم بیرون. آقا عالی. اینا چی میگفتن شمن هم میتونن رو کنترل کنن بخاطر اینا الان کنترل میکنن شبه میاد طرف من. شاید هم واقعا اینا خودشون میان طرف من چون من توجه کردم روحایی که دست شمن نیستن میان طرف من چون دخل بازی روح غذایی دار زیاده. بلند دخل بازی قرصین بزرگی هست که خیلی غذایی داره. یو نگاه کن این مثل رینالدیه چون راست میره چپ میاد. ولی که غم نمیخورم این مرگ همش عادیه. مرگ ما حق است و درد ما. چی بود گفت مرگ ما حق است درد ما سخت بسی هیچ چیزی اینجوری میگفت مرگ ما حق است درد ما یادم نیست خیلی چیزی اینجوری میگفت. راستی یا نرفت رو میاد دوستان سامیار حالا خوب شده پایدار الان اومده راهنمایی از الان اصول رفتیم جلو. نمیدونم یه چنل تلگرام زدیم همه چنل تلگرام زدن ما هم گفتیم بزنیم والا خدا رو چی دیدی شاید یه روزی به درد خورد. الانم والا من یادم اون موقع که من تلگرام داشتم اصلا این غذایون نبود. نمیدونم چنلت مثلا سطح 1 باشه کانال سطح 2 باشه کانال سطح 3 باشه نمیدونم لول بندی داشته باشه. این چیزا اون موقع نبوده. این چیزا به نظرم جدید بود. الان این چیزا داریم دیگه اصلا تلگرام یه چیز عجیبی شده. یه روزی آدم قابل پیش بینی نیست. یه آدم عجیبیه. بگو اینقدر پول داره که دیگه نمیشه اصلا پول رو پول داره. فردا مثلا خبر من نمیدونم رونالدو و میسی و کریس و نمیدونم هرچی بازیکن رو خریده یه تیم تشکیل داده اصلا واویلا. فرداش بلند میشی میبینی مثلا رفته مثلا سفینه ساخته مردم فرستاده نمیدونم یه جای دیگه یه جای فضا اصلا شهر ساخته. کاراش عجیبه. پول که داشته باشه غم نداره والا میسازه میکوبه هر کاری میخواد میکنه. ما پولی که داشتیم والا همین کارا رو میکنیم متاسفانه نداره. از اون بدتر پول ما هم ارزش نداره. یادم دیگه پول ما در بدترین حالت ممکنه نداره که مالک هست. این حرکتشو به خدا من دهنشو سر این دفعه دیگه من مطمئنم حرکاتشو حفظ کردم. حرکاتشو حفظم نگاه حرکاتشو این دفعه دیگه حفظم. این دفعه زدم سوار پلنگ مازم بیارونو یا خدا. نگاه من همینجا وای میستم میزنم. نگاه کن من همینجا تو نه وای نمیستم برگرم. نگاه 4 تا جون دارم 3 تا وینچستر. اگه کسی که دکتری دیده باشه میدونم منظور من با کیه. این گفت 10 تا هفتی رو دارم 3 تا وینچستر 7,000 دلاری کنه بکنه. نگاه کن باسی کنم چی بقیه باسی که تو مالان زدم از این تاکتیکو نمیدادم مثلا این نگاه غیب بشن و چپاراز داشتن این تاکتیکو نداشتن. دیدیم دیدیم یکی حرکتش دیگه به ما نمیتونه حمله بکنه ما دیگه حفظ کنیم.
خدایی آنه حتی جخونی به آخرش میدافی و خواه بزن علید ای انگاه شما از بایستان آها نزدیکش که بایستن یه روهای زردش که بفرسته که نمیزنه با خودش پس اوکی هر موقع ای توف قبره حتی یادم نرفته بگه این مرده با روح جنگونورا هم پایه داره روح خودش زنده است ولی جسمش مرده چیزی توی مایه اوه دو تا جون نگاه به اون دو تا جون حریفن آهنگ باس عالی، خود باس عالی، پارتیکای باس چرت و پرت. هر کی که سازنده آهنگای بازی بود اسمش یادم نیست ولی عجب آهنگای طراحی کرده. اصلا آهنگا رو داره حال میکنه بیا آهنگا وقتی گوش میکنه. بیا آهنگ یکی باس کلا خیلی حال میکنه میدونم با آهنگ منطقه خودش همه چی خیلی توضیح بدم بعد چند که دید بدبخت شدیم دیگه کلا بدبخت شدن بازی شروع شد و بدبخت شدیم الان ما اینو میده نگاه این روح همون یاروه همون همینی که الان این روح همین باس هست هنوزم ولکن ماجرا نیست روحشو بزن خودشو بزن دهن من رو سرویس کرد نگاه کن یا خدا یا اول فرد یا خدا یا اول نگاه کن باید بزنم اگه نزنم واقعا زایگی خیلی زایی اگه نزنم بزن یا خدا یا اول نگاه تا کار تموم هست معلومه که کار تموم نه کار تموم نیست یا اول خوش آمده لیدی درد و نفرین با کل جارو که خود سنگینی همه چی سفید سیاه و هیچ رنگینی از هیچ کس دوباره قرارت برم منو بکن که من دوباره برگردم نگو اسم منطقه اینجا حالا بعد این خلوتگاه روح خلوتگاه یعنی چی؟ یعنی تنهایی نشستن آرامش روح فکر اینجا دقیقا اسم معنیش با منطقهش میخوره خلوتگاه روح جایی که روح تنها نشستن آرامش میگیرن یه چیزی تی مایو گاه روح اما باید اسم مناطق رو چیز بکن مثل اون اسم منطقه دیگه نیست اسمش چی بود؟ راهروی چی بود؟ مثلا راه درد اسمش منطقه چون راهش واقعا خیلی درد بود و نه از نوع علیکیشن واقعیش واقعا درد بود بعد دیگه دوستان اعصابشون سری مسئله داغون شد سر مسیر درد من اینجا یه صندلی دارم که کنم احساس میکنم قرار نیست خیلی پارت من اینو بذارم الان حدودا چند دقیقه ویدیو ضبط کردم 37 ثانیه شد الان میشه 8 ثانیه 9 ثانیه کار تمام کنیم بریم ما که قرار نیستیم بالتر بزنیم قرار دوبار ما رو بکشه ولی خب نمیترسیم میریم مثل شیر تو سینش نگاه کن مطمئن زیر یه دقیقه من میزنم اینقدر خودم مطمئنم
یعنی اینقدر این بوسه مطمئنه که زیر یه دقیقه منو زده. بزن تو که ما رو زدی. تو که منو زدی کار فراموش، حالا هر کی بگم منو فراموش، هر چی که گفتم تو رو بودم، هر چی که خوندم گفت به همه یه جون حریف طلبم. میگن حالا ما میبینیم نمود گفت تاکتیک زدم تمومه جان مادر. بازی ابو خراستی جدید بازی گرفتم، خیلی بازی حال بده. اسمش چی بود؟ معمولیتی چی بود یادم نیست. بازیش خیلی بازی بوده. خودو برابر جمع میشیم گلهی میرسالا میره اجزا میکشیم. بازیش خیلی حال میده. چی داخل چنل تلگرام اسمشو میذارم. بازم که موردیم ای توف به این بازی کنم. این بازی به خدا تموم بشه دیگه عمرم برن سراغی دهنم سریوس شکر. دوستان خدا حافظ.